وقتی 17 سالم بود توی مغازه جواهرات تو پاسداش کار می‌کردم. یه شنبه یه زوج اومدن، دختره تازه نامزد کرده بود و خوشحال بود. منم داشتم براشون حلقه‌ها رو در می‌آوردم و تبریک میگفتم. ناگهان پسره مچ دست دختره رو گرفت و با صدای بلند گفت ببین دستات چقدر پهنه، حلقه به زور اندازه است. دختره سعی کرد بخنده ولی کاملا معلوم بود ناراحت شده. بعدش ادامه داد این حلقه خوبه ولی صادقانه بگم برای دستای تو حیفه، دستات مثل سوسیسه. من که خشکم زده بود نمیدونستم چی بگم که مدیرم با صبر اومد جلو و نگاهش به پسر افتاد و گفت آقا من 23 سال حلقه میفروشم، میتونم با اطمینان بگم اندازه ی حلقه مهم نیست، اینکه طرف واقعا بخواد اونجا باشه مهمه. بعد برگشت به دختره، یه بطری آب داد و گفت پشت مغازه دستشویی داریم، دستمالم هست، شماره وکیل خوبم دارم اگه لازم شد. پسر دیگه چیزی نگفت و تنها رفت بیرون. دخترم یه رو اونجا موند، کمی گریه کرد و بعد رفت. منم تا آخر شیفت هنوز سرم گیج میزد ولی واقعا خوشحالم که اون دختر از این بدبختی جون سالم به در برد.